با سلام به شما بینندگان چنل آیسبرگ کوه یخ فرود. من اول از همه از شما معذرت میخوام که با صدای گرفته دارم صحبت اومدیم با بخش سوم آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان. امیدوارم دو بخش قبلی دیده باشین، چون سن به سن داریم میریم جلو و این ویدیو یا این واچ لیست به همدیگه ارتباط و از سن 3 سالگی شروع کردیم و این ویدیو درباره سن 5 سال است. در این ویدیو میخوایم درباره 3 تا موضوع صحبت کنیم. یک، بحث حاملگیه که بچه‌ها سوال میکنن. 2، مسئله نوار بهداشتی و پریود. و بحث آخر بحث خود رضایی. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره که ما با حمایت‌های شما هستیم. ممنون. وقتی بچه‌های ما بزرگتر میشن و به سنین پیش دبستانی میرسن، طبیعتاً کنجکاوی هاشون بیشتر و پررنگتر میشه. وقتی سوال دارن برای گرفتن جواب پافشاری میکنن، هی گیر میدن. ببینید، ما چه بخوایم چه نخوایم در تربیت یا آموزش جنسی فرزندمون نقش داریم. حالا میتونیم انتخاب کنیم که با نوش کردن، پچ کردن، سرتکون دادن، عقل کردن مسائل و این سوالای جنسی رو در چشم کودکمون یک جلوه بد جلوه بدیم، یا با درست جواب دادن، صادقانه بودن، صادق بودن خزائن ذهن کودکمون رو پر کنیم که اگر این کارو نکنیم، همکلاسی ها، مربیان، معلمین، فضای اینترنتی، فیلم ها هستن که با اطلاعات درست و نادرست ذهن کودک رو پر میکنه، ولی ما مطمئنیم، یعنی خانواده، پدر و مادر به خودش مطمئنه که هیچ منبع اطلاعاتی امتر و سالمتر از اونا نیست. همونطور که گفتیم، بحث اولمون بحث حاملگیه. یکی از سوالایی که میپرسن بچه‌ها اینه که چطور بچه تو شکم مادر میره، چطور بیرون میاد. گاهی وقتا تصور بچه‌ها از حاملگی بسیار وحشتناک. ممکنه در یک فروشگاه خیابانی یا مهمونی یک خانم بارداری رو ببینن، به شما بگن که بچه‌شو خورده، یا با ترس و لرز بیان پیش شما بگن که مثلا تو منو خورده بودی، بعد منو دستشویی کردی. ببین همچین تفکراتی دارن. اینجا کتاب‌های مصور کودکان به کمک ما میاد. میتونیم اول ساختار محیطی گوارش و ساختار محیطی رحم و یعنی محل نگهداری کودک، محل نگهداری نوزاد با هم دیگه فرق داره. اینجا میتونیم ازشون استفاده کنیم. بعد میتونیم بهشون توضیح بدیم که وقتی یک اسپرم از بدن پدر به وارد بدن مادر میشه، با تخمک با ترکیب میشه از بدن مامان، تخم رو میسازن و بعد از اینکه مدت ها میگذره، یعنی به مدت 9 ماه میگذره، چون محیط نرم و راحتی است، بچه شکل میگیره و بزرگ میشه و با کمک ماما، دکتر، پرستار از جایی که زیر شکم مادر هست بیرون میاد. اینجور مواقع ما میتونیم از ساختار بدنی بقیه حیوانات کمک بگیریم. مثلا من شخصه از بدن کانگورو، چون کیسه داره، مثلا کمک میگیرم. مثلا وقتی مثال میزنم که بچه کانگورو خیلی کوچیک و ضعیف، باید تون غذا بخوره، به خاطر همین در مادرش داخل یک کیسه نگهداریش میکنه، نرمه، گرمه، اونجا بزرگ میشه و غذا میخوره. بعد اینکه به اون حدی رسید که میتونه خودش غذاشو به دست بیاره، خودش مثلا رو پای خوش وایسه، از اون کیسه بیرون میاد. حالا شما تو کامنت ها بگین از چه حیوانی مثال میزنی واسه کودکتون. بعد میتونیم بگیم که بچه‌های آدما هم تو رحم مامانشون بزرگ میشن، چون اونجا نرمه، اونجا راحته و وقتی هم که به اون اندازه کافی رسیدن میتونن بیرون بیان و بیرون از محیط مادر، بیرون از محیط شکم مادر زندگی کنن. مسئله دوم که میخوایم صحبت کنیم اینه که
بچه‌ها قبل از اینکه به سن مدرسه برسن ممکنه نوار بهداشتی ببینن یا مسائل درباره پریود شدن صحبت کنن. ببینید ما بعضی از بچهای ما در یک مدارسی میاد، در یک پیش دبستانی میاد که مقطع مختلفی داره. یعنی یک مثلا بچه ما در مقطع پیش دبستانیه ولی مدرسهش تا کلاس 5 ابتدایی رو داره. بخاطر همین از بچه سال بزرگتر، از بچهای سن بالاتر ممکنه بشنوه یا حتی در سرویس بهداشتی، سرویس عمومی مدرسه نوار بهداشتی ببینه، یا میره تو محیط خونه، شاید در خونه ببینه، شاید ببینه مامانش بی‌حوصله است، مامانش ناراحته، مامانش خسته است، یا متوجه بشه شلوار مادرش خونی شده. به خاطر همین ببینید شاید این مسئله از نظر ما مهم نباشه ولی بچه‌ها تخیلات قوی دارن، برای خودشون 1000 تا فکر فاجعه بار میکنن. بعضیشون فکر میکنن اگه زیر شکم خانوما زخمه یا مادرشون داره میمیره، مریض خونریزی کرده ممکنه بمیره. گاهی وقتا هم بچه‌ها به بحث نوار بهداشتی مواجه میشن و فکر میکنن این استیکر یا چسب زخم هستن. وقتی 2 تا بچه 5-6 ساله در مورد چسب زخم‌های بزرگی که در خونه‌شون پیدا کردن صحبت میکنن، اصلا نمیتونید تصور کنید چه حرفای عجیب و غریبی میزنن، چه تخیلاتی میکنن. به خاطر همین بهتره درست، به موقع و صادقانه با بچه‌ها حرف بزنید. اگر یه روز دخترتون یا پسرتون ازتون پرسید مامان چرا دلت درد میکنه یا بابا این استیکرها چی هست، میتونیم اینطوری پاسخ بدیم که پسرم، دخترم، خانوما بعد از سن 12 و 13 سالگی که میرسن توی بدنشون یک سری اتفاقات میفته. هر ماه بدن خانوما برای بارداری آماده میشه. برای اینکه یک خانم بتونه باردار بشه توی دیوارای رحمش رگ‌های خونی به وجود میاد که اگر در طول ماه این خانم باردار نشه، این رگ‌های خونی از دیوارهای رحم جدا میشه و از بدن بیرون میاد. وقتی این اتفاق میفته اصطلاحا ما میگیم پریود شده یا پریودی رخ داده. چون هر ماه این چرخه اتفاق میفته، برای اینکه خانم‌ها لباساشون کثیف نشه از نوار بهداشتی استفاده میکنن و بخاطر همین وقتی کسی که پریود میشه، مثلا مامان یا خواهر، آبجی، اینا مثلا این اتفاق واسهشون میفته پریود میشن، میذاریم استراحت کنن، کمکشون میکنیم. ببینید همونطور که اگر ویدیو اول رو دیده باشین من گفتم کودکان رو وارد حاشیه جنسیتی نکنید. یعنی چون دخترن باید کارهای دخترانه یا اطلاعات دخترانه داده باشن یا پسر هستن اطلاعات، نه، این اطلاعات هم به درد دختر هم به درد پسر میخوره. از چه نظر؟ وقتی که به پسرهامون بگیم با احترام و توجه بیشتری با خانوما برخورد میکنن و این داشتن این اطلاعات و گفته این اطلاعات اصلا زشت نیست. و در آخر، موضوع آخر این ویدیو در مورد خودارضاییه. توضیح دادنش سخته، نه به خاطر اینکه مثلا برای عملش، نه، این موضوع ریشه در فرهنگ و عقاید هر خانواده داره. بیشتر کودکان اندامهای تناسلی خود رو لمس میکنه، به خصوص وقتی نگران، عصبی یا خسته یا اصلا از روی لذت انجام میده. ببینید خودارضایی کردن طبیعیه، نکردن هم طبیعیه. در چه صورت تبدیل به یک مشکل میشه؟ زمانی که مداخله در کارهای کودک انجام میشه، یعنی یک حالت اعتیادگونه به کودک رخ بده. اگر خانواده شما دارای فرهنگ و باوری هست که خودارضایی نمیپذیره، میتونید با کودکتون صحبت کنید، ولی اینجا یه ولیه، احساس شرم و گناه رو به بچه‌تون ندین، احساس گناه بهش ندین. ببینید میتونیم بگیم که لمس آلت تناسلی برای ممکنه جالب باشه، ولی این باورهای مذهبی ما این کار رو قبول نداره. مثلا در یک مذهب هست که خوردن گوشت گاو حرومه، ممنوعه، یا مثلا خوردن گوشت خوک در یک مذهب
حرام، ممنوعه. کسانی که پیرو اون مذهب هستن باید اطاعت کنن، یعنی باید پیروی کنن. ما هم چون دینمون مذهبمون این کارو قبول نداره نباید کنیم. ازت میخوام این کارو کمتر کنی، تلاش رو تو ازت میخوام تلاش رو کنی کمتر انجام بدی. ممنونم که تا آخر ویدیو با این صدای مریض با من بودین. امیدوارم مطالب ارزشمند و سودمندی رو تقدیمتون کرده باشم. ما با حمایت شما هستیم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. اون زنگوله کوچیکم تپ کنید.